تو نظرسنجی اخیر پیتزای قارچ و مرغو خیلی درخواست دادین. اینم پیتزای قارچ و مرغ با فیله مرغ. برای سس پیتزا نیاز داریم به سس خردل، مایونز چیلی، روغن زیتون فرابه، ریحون خرد شده تازه، سیر و تمام. همونطور که میدونید طرز تهیه خمیر پیتزا هم به صورت دستی و هم با میکسر توی هایلایت ها آموزش دادم. سس رو روی خمیر پخش کنید، پنیر، فیله مرغ رو بریزید توی کاسه و موادی که بهتون میگم رو بهش اضافه کنید: نمک، پاپریکای هندی، پودر سیر، ادویه مخصوص مرغ، زردچوبه، آویشن، روغن زیتون فرابکر و آب پیاز. میتونید توی فر، هواپز و یا توستر بپزیدش. بهتره که کمی آبدارتر برش دارید چون همراه پیتزا توی فر میپزه. حالا به این حالت خوردش کنید. دوباره پنیر زیاد، فلفل دلمه، قارچی که قبلا تفتش دادیم و گوجه گیلاسی و تمام. مثل همیشه من سینا هستم و اینجا سینا فوده.